ما اسماعیل هنیه رو با موفقیت ترور کردیم. بازی 10-0 باخته رو هیچ وقت با حذف یکی از بازیکن‌های حریف نمیشه برد. چرا شما فکر می‌کنید ما بازی رو به شما باختیم؟ اونم تازه 10-0. چون شما 10 سال پیش هیچ وقت فکر نمی‌کردین یه روزی یمن اقتصادتون رو فلج کنه، حزب الله شمالتون رو با آتیش بکشه، عراق هر روز بهتون پهپاد بزنه و آمریکا هیچ کاری نتونه بکنه. کی میدونه 10 سال دیگه قراره چی سرتون بیاد؟ شما محاصره شدید. گربه‌ای هم که تو قفس بیفته حتما چنگ می‌زنه. ولی ما هنیه رو 2000 کیلومتر دورتر توی یه روز و با ضعف ایران ترور کردیم و این یعنی برد. اما حماس و حزب الله بیخ گوشتونن. 10 ماه با کمک ایران هر روز دارن بهتون ضربه میزنن. این یعنی باخت. ولی تروری که ما کردیم توی عمق تهران بود. پهپادایی هم که یمن به شما زد تو عمق تل‌آویو بود. فقط فرقش این بود که شما مهمانکشی کردید، اونو نکردن. اما اینجا حریف ما ایران بود، قدرتمندترین کشور خاورمیانه. اونجا هم حریف شما یمن بود، فقیرترین کشور خاورمیانه. در صورت مهم اینه که یه عده‌ای از خودتون دارن اعتراف میکنن که شما حیثیتتون رفته. متاسفانه اونا همیشه به مردم آدرس غلط میدن. البته همیشه هم به دشمن آدرس درست میدن. خلاصه حذف هنیه توی ایران برای ما کار سختی نبود. ترور یه نفر وقتی ایلان ماسک و مایکروسافت و همه سرویس‌های جاسوسی منطقه به علاوه آمریکا و انگلیس با تو باشن کار سختی نیست. میدونی سخت چیه؟ سخت اونه که همه اینا با تو باشن و تو هر روز به نابودی نزدیک‌تر بشی. یکم صبور باش. بازی 90 دقیقه است.